سلام علیکم عزیزی، سلامت خونسا باشید. من وقتی که برادرم موعظه کردن کوی سال پیشم میکردم وقت رسانه خدمت تجاوز کردم من گیره کردم نیست شغل قلدی حتی وقتی مسکو اومدیم در پیش کیلین برادرم گیره نمیکرد میخواستم یک جایی برم که دور باشم آدمو مرا نپرسن سوال جواب نکنن همین گونه در پیش اون کس برای چیز دینی گیره کردن نیستم که برای علم جویی ما جان کندگیم که علم باید اخذ کنم گفتگیم همین گونه که فهمیدم که نیستم برای من نکردم در یوتیوب مثلا که ما بودو odam گفتگی که نکنه خود میبینه که نیست ما در یوتیوب بعد زیغ نشوین من میگم که هر چی رفت خلاص شدیم یک کس بدم یوتیوب نیست شد تمام این است لیکن در پیشی بندوم باید گیره نکنه برای بندوم را مشکلیمون حل نمیکنه خدا مشکلیمون حل میکنه بندو فقط مسخره میکنن بندو فقط میکنن که در جای آدم عیب داشته باشه عیب اون را بگیریم تیم کنیم من خسته عیب باید بیان که برای تیم روز باید کنن که عیب که نباشه کمبودی که نباشه ای چی بعد تیمه روزشون میشه موضوع روزشون میشه برای ما گفت چی میگن پیش آدمو گیره نمونه نمیکنه مسخره کنن در کدوم ویدیویی که مرا که دیدین او بیده کردیم کو او بیده ما خرسندی است که انسان ها بودن که من خرسند هستم خوشبخت‌ترین انسان هستم و از دنیا خوشبخت انشالله که خدا آدمو میخرم ما با مرا که دیدیم که نیستم برای من نمیگم بودن که رفت خلاص شدی زنه که آدما خلاص شد آدما ای آدم خلاص شدن لیکن من از دنیا آرمانی نمیرم انشالله الدنیا ما آرمانی نمیرم الدنیا ما خرسند خداوند انشالله که وام میخرم انشالله بله برای که شما شاید من شناخته باشین نشناخته باشین این مشکلی شما که من چگونه انسان هستم برای به کدام سبب من از دنیا خرسند میروم یخی انسان ها زیغ میشن که وقتی میگن که مردم و میمیرم میرم ایسوس زیغ میشن که من اینجا برای مردن زیغ شدگی نیستم و زیغ هم نمیشم انشالله مردن حق است هر یک انسان مرگ میچشد بله انسانی است که در 30 سالگی میگذرد ده 45 50 چند 60 چند 70 چند پیغمبرمون 60 در دنیا گذشت بیبی کلانی من در 95 در دنیا گذشت پدری من قریب 90 در دنیا گذشت مادرم قریب 80 در دنیا گذشت برادری من 25 سالگی میسو به قتل رساندن اما نمیدونم چند خواهم میبینم لیکن تا اونو که زنده هستن باید که به آدما رسونم اون چی که به من خدا داده تا اینکه در قیامت سوال جوابی من در نزد خدا آسان شود در دنیا ما در پیش هیچ کس چی نیستم چی میگن ما در پیش هیچ کس وای نیستم چی بگم با تاجیک قدی در پیش هیچ کس ما قرضدار یا که مثل که نباید در پیش هیچ کس ما چی کنم فکر چی بگم باید که در پیش آدم‌ها کنم اعتراف کنم که من خیلی آدم هستم مرا ببخشید ایتر نه مرا خدا ببخشه همین من در پیش هیچ کس اعتراف نمیکنم که من چیزی که گفتم شما در گپای ناجومت برای که من گپای ناجو در شما گفتگی نیستم برای چی پیش شما اعتراف کنم که مرا بخشید پیش شما بخشش پرسم پیش شما من گپای ناجو نگفتم در شما بخشش پرسم خسته بغیر از سخن خوب فقط میگم که میندارم از شما که تماشا میکنین خدا من شما راضی باشه سعادت من دنیا خدا شما خدا نصیب کنه کسایی که خیلی ترز میکنن گپای نجوم نیست میندارم میتونه آفرین شما لیکن من امکان گپای نجوم گفتگی نیستم بغیر از سخن حق برای ما در پیش هیچ کسی شما بخش پرستن چی پرستن چی نیستم و من لازم نیست که بخش پرستم همین ندارم از شما